خب سلام، شروع یه روز دیگه و این که من دارم میرم. وقتی داری میری سفر هرچی دلت میخواد ببر، گیتارو با خودت نبر. امروز حرکتمون به سمت تهرانه. فردا هم که از تهران، فردا تهرانم و اینکه پس فردا از تهران حرکت میکنم به مسکو. پس فردا 6 صبح فکر میکنم پرواز داشته باشم. اینکه خیلی استرس دارم سر همه چی، سر درسم، سر کارم، سر ویدیوهای یوتیوبم و سر چنل یوتیوبم. امیدوارم که همه اینا به خیر خوشی بگذره و سربلند باشم. تقریبا تا یه 5 دقیقه دیگه قطار حرکت میکنه و ببینیم چی میشه دیگه. انشالله به خیر بگذره همه چی و بعد از خیلی سال دارم از این شهر میرم، ولی خب با امید و حرکت قطار و شروع ماجراجویی جدید، شروع خیلی از ماجراجویی ها، پایان درسم همراهشه، موفقیتم تو چنل یوتیوب همراهشه و خب با کلی امید و کلی رویا و کلی هدف دارم میرم. میدونم میترکونم و میدونم که موفق میشم. خب بالاخره تو مسیر و اینم یه تیکه‌ای از مسیره و اینم قطارمونه. البته کیفیتش متوسط بود و ما هم خیلی تو این مسیر خسته شدیم و هر جور بود شبمون رو گذروندیم و صبح شد و بالاخره رسیدیم به تهران. سلام از روزای آخر مسکو، سلام از روزای آخر ایران و دیگه داریم میریم و ببینم چی میشه. امیدوارم سفرم به خیر بگذره. نورم اینجا نیست و من یه دلغکی خیلی متشخصم که مثلا به روم نمیرم که دلغک من خیلی کار کن پول در بیار. منتظر یه آسانسور که از طبقه 9 داره میاد. همچنان به تو هم میگم برو کار کن پول در بیار. خدایا تنهایم بگذار، جز تو کسی را ندارم. بالاخره رسیدیم فرودگاه و بارم و با هر چقدر زیادی هم که بود تحویل دادم. خیلی هم خسته کننده بود کشوندن این همه بار تا اینجا، ولی خب تموم شد و بالاخره رسیدیم به گیت و کلا من رفتم از گیت پایین و دیگه شروع شد و رسیدیم به هواپیما. نشستیم و منتظر به حرکت. این جای مسیرم که شروع کرد به حرکت و البته مانیتورش هم ویدیو و آهنگ و کتاب میتونستیم بخونیم. من شروع کردم به خوندن یک کتاب. یکم که از کتاب خوندنم گذشت شروع کردم به دیدن فیلم مستر بین که کیفیتش هم خوب بود و خود ویدیو هم عالی بود و صبحونه رو آوردن برامون. البته که یه ایرانی همیشه چایشو میخوره و صبحونه املت گوجه خوشمزه است. و بالاخره بعد از یه مسیر طولانی رسیدیم. خیلی زود اتفاق افتاد و خیلی غیر منتظره. تمام بارم رو تحویل گرفتم و شروع به رفتن. خداحافظ بی پولی، خداحافظ بی امکاناتی، خداحافظ نداری و سلام بر ثروت. سلام و Вернись ко мне, ты моя Лали, Лали, ты же моя Лали, Лали. Мы же с тобой вместе летали, сутками ночами пропадали. Ты же моя Лали, Лали, ты же моя Лали, Лали. بچه ها چطورین؟ من استراحت کردم و الان پا شدیم اومدیم سیم کارتم رو زودتر بگیرم که دسترسی به اینترنت داشته باشم و واقعا چند ساعتی از دنیای مجازی دور بودم دیگه. الان میرم سیم کارتم رو بگیرم، کارت بانکی من فعال کنم و بعدش هم یه چیزی بخوریم. حتما با هم همراه باشید، باهاتون همراه باشم. سیم کارتم رو با موفقیت گرفتم. الان داریم میریم که بانک کارتم رو بگیرم ببینیم چی میشه. بالاخره بعد کلی دنگ و فنگ و کلی سوال پیچ کردنمون کارتمون هم گرفتیم و ببینیم اینجا چیه. بریم اینجا داخل.
بالاخره تمام کاپشن ها و همه چی خفن. دیگه اینجا کارامون تموم شد و اومدیم یه چیزی بخوریم، اومدیم KFC و جاتون خیلی خالی. خیلی سردم شد. کبیرا What the false